خب یه دستگاه خیلی قدرتمند و در عین حال زیبا، پرسیشن 75C، بسیار بسیار قدرتمند. این از سی پی یو سری اچش. ببینید i7 8850H 32 گیگ رم. این 32 گیگ تا 128 گیگ قابل ارتقاء. شما سفارش بدین روی چشم تقدیمتون میکنیم. گرافیک بچه یه گرافیک UHD داره، یه گرافیک دیگه کارت گرافیک P1000 کوادرو P1000 انویدیا داره. بذارین اینو بهتون نشون بدم. اینهاش این انویدیا کوادرو P1000، این هم حجمش میبینین 4004 مگابایت 4 گیگابایت حجم اختصاصی گرافیک انویدیا کوادرو P1000 شه. اینم که گرافیک UHD 630. خب این از این. هاردش هم بچه ها SSD NVMe 256. خب اینم قابل ارتقاء دیگه، مثل همه مواردی که خودتون میدونید. مانیتور فول HD، بدنه فلز و فیبر کربن، بدنه عالی. یه تست صدا براتون بگیرم آخرش بدنه رو باز یه دوری میزنم. ببینید اسپیکراش هم عالی. راست خیلی عالی، خیلی زیبا، خیلی قدرتمند. ببینید بچه‌ها عالیه واقعا. این فیبر کربونه، میبینید همش فیبر کربونه. بدنه فلزی شیک مجلسی خوشگل دوست داشتنی. قدرتمندم که واقعا قدرتمنده بچه‌ها.